اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. مولا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت با حاکمیت امارت اسلامی 133 اختلاف بزرگ و 300 اختلاف کوچک از طریق جرگه قومی حل شده که بر اثر آن در گذشته 691 تن جان باخته و صدها تن مجروح شده بودند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء از گزارش بانک جهانی که در آن از پیشرفت‌های مثبت اقتصادی افغانستان اشاره شده استقبال کرده است. خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با نمایندگان ناشنوایان کشور دیدار مشکلات و پیشنهادات آنان را از نزدیک شنید. در این دیدار آقای حقانی با ناشنوایان کشور تعهد سپرد که وزارت شهدا و معلولین کارت توزیع کمک و زمینه فرصت‌های کاری برایشان مطابق ظرفیتشان آماده خواهند کرد. مولوی عطاءالله عمری سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در جریان سفرش به ولایت بامیان از بخش‌های مختلف پارک ملی بند امیر بازدید کرد و در مورد ایجاد تسهیلات بیشتر برای بازدید کنندگان صحبت کرد. شاروالی کابل می گوید در گذر نخست نوابات دهمزن کار ساخت کوچه ها جریان دارد. نصرالله زیارمل یکی از نظامیان پیشین می گوید به کارمندان و مسئولان نظامی اداره پیشین از سوی امارت اسلامی کوچکترین آسیب هم نرسیده و تبلیغات زهراگین که در این پیوند می شود حقیقت ندارد. مسئولین اتاق صنایع قندهار می گویند با حاکمیت امارت اسلامی برای رشد صنعت کشور توجه خاص صورت گرفته است. میلاد دروازی از ولایت بدخشان در دومین دور رقابت‌های کشتی آزاد در کابل پایتخت کشور رقیب نیرومند پاکستانی خویش را شکست داد.